باشد آن سلاح. خدا لعنت کند. نیست. حتما او را یافتن لازم. وسیعت نچون. سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زن، سلاح در کجا است؟ تو میگویم ای آدم، سلاح در کجا است؟ نجوم. بر شرطنامه امان خیانت کردی. جزایش را خواهی گرفت. و زهرا یگان چی شود؟ همتون را میکشم. دفع شود اینجا. خبر باشید. یا خدایا، حیف بر شما. کار را بینید. این دختر هجری را یک بار گوش کرد، دین را قبول کرد. شما همین قدر میروید و میآید، هیچ تغییر نمیابید. گوش کنید، دل شما از سنگ است مگر ها؟ نه، دل شما از سنگ است. از من دور گردید تا اینکه با تقوای من تأثیری بد نرسانید. اکای کانو، این شهدوچه برای دل هجری را به دست آوردن این خیلی رفتار دارد. با خدا اگر نه از سورا را پرس از یاد نمیدونه. باور کنین مرده. بس کن. تو این را از کجا میدانی ها؟ از کجا میدانی؟ دلش را کشوده، درونش رو دیدید؟ وای چی شد؟ وای، با فکرم هجری باز دختر رو رد کرد. بین را چی خیل زیباست. راست است. هجری شرمنده امان میکند. با این زیبا سنمی ترکیه را رد میکند. من باید این کار را حل کنم. بداو کی برو. خانم سلام. خانم سلام. ای خدایا، این که نمیشود. هجری لعنتی به چه حال گرفتارم کردی؟ به تلفنت جواب ده زهرا. تلفنت را بردار، زود باش.
زود باش جانم، کنیز جواب ده. التماس جواب ده. خانم سلام. سلام. چی شد؟ با هجری یک دیگر فهمی کردید کی خانه دار میشه؟ вай акай канон ҷаноби ҳиҷрӣ бисёр зора тавалло кард, аммо ман гуфтам ҳанӯз барвақт аст, каме бояд фикр кунем. خدا خوشبختتان میکند انشالله. شام بخیر. шом бахайр акай канон. ҳиҷрӣ, ман туро нишон медиҳам, туро зери поям мекунам, ховиди. زود باش، زودتر. گریه نکن سومن جان، مرا زیغ میکنی. ببین سومن جان اومدم. سومن کوکریکو. بین چی یافتم؟ بازیچه‌ات رو یافتم دخترم. بین با ما بازی نمیکنی عجب سومن. بین کنی بگیر. من مادرم رو میخواهم، مادرم رو. تمام دخترم، مادرت میآید مادرت. تو پروا نکن، مالش جانکم. اما که پلیس، من میخواهم مادرم حاضر بیاید. این خیل باشد این خیل میکنیم، مثل خانتون بازی میکنیم. گویا که من پدرت هستم، اما که شوکتت اوچه جانت. چرا من مادر شوم؟ تو خودت شو. سومن جان دخترکی من، انا ببین مادرت به نزد تو آمده است، برای تو لختک آورده است. شیرینکی من تو رو میبوسم. جانی من، الهی خداوند پدرت بخشه، به پدر مونی. شوکت پدر نالت به عقلی خیلی گپا میزنی؟ باور نکرد. گوش کن آچا جانی سومن، شوهر جان تا گوش کن. چرا دختر من گریه میکند؟ یا اینکه تو بازیچه هایش رو گم کردی؟ ای بچه چه با مرا میزنی؟ زنک به عقلی نکی که میزنم. من چی؟ من زن هستم. هم مردک اوچای سومن البته که زن میشه، رنگ ما مردک نمیشه. چرا من زن میشدم؟ چرا من مادرش میشدم؟ زنک جان جنجال و یک طرف مونو گپی ما رو با دقت گوش کن. برای چی دختر جانی من گریه میکند مادرش؟ یا که تو رو زدی همین خیلی؟ دعا کن که این کودک یتیم است، وگرنه حیف بر تو بر این مرد باد، تو بر این مرد گردنش شکند. یگان بار به خانه در آمده پرسیدی که چیکار کرده ایستاده، گرسنه، سر، چه حال دارد؟ یگان بار پرسیدی؟ از صبح تا شام خانه رو میروبم، میشکم و تازه میکنم. وای بر تو بر این مرد، وای بر تو بر این مردی خانه بیزار. دنلت مردک بوده شما. زنک سر ویرانه در کار بار خسته شدم، میام با درمی خانه روزی دراز گپای سفسطه تره گوش میگیرم. بس هم خیلی خدایا مرا مردکم زده افتان، مرا زده معیوب کرد. به خدا قسم میخورم از بالا شکایت میکنم. همه خیل مردک بودن نبودنش خوبتر از بزارم از رویش. گوشو ماینه من خوردی، خدا بگیرد تو باری زنکه. حیوانی توی خسخ میزنی؟ اوها زنکی شاورکو شبین، من برای خرسان کرده دختر تر زده استم. تو بیعقل مرا میزنی؟ باشه تو مرا زدی. تبقی زنک بیعقل، اول تو زدی دستی مرا و من جواب زدم. در پیچ کودک عصبا ما ویرانه که میزنم. از گل تمه دارم. حیوان چی در پیچ دختر شاورتا میزنی؟ تو خیال میگیری اگه من رومور پوشیدم بودم از نکنم. اونم به دختر جان خندید. خورا بین کودک خندید. بین میکشم رو، مادرت رو پدور میوزم میکشم. ای بچه نفسم گریفت. این کودک رو خندانیم لیکن خود ما کارها ناخوب کردیم. ای سرت حیوان. بخشش زنک جان بخشش. هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. هر روی تو بر شوهر سیاه برای تیز به دختر مشکلت بیار. ای تو چیکار کردی؟ از پشت تو شده دست لختک کند آخره؟ ناخواست شد. بیا تو هم بایمه بد نکن. این دیگر در جایش نمیچسبد. یا خدایا سومن دخترم گریه نکن. من پگو از این دیده زیباترش رو برای تو میخرم. 10 تا بخر 10 تا. حاضر بیارد. تمام خیال که باشد پروا نکن. من پگو نزد لختک فروش رفته، از این لختک 10 دانه میخرم. من حاضر بازی کردن میخواهم. میگه حاضر بخره. در این نیم شب بازار کاروان شدگی باشه. به خدا لیوا، من در 45 رفتم یگان بار ندیدم که بازار کاروان شود کار کنم. سومن لختک رو با سپرکله
نمی شود. شکر که به تو چیزی نشده است. اگر به تو چیزی میشد من چیکار میکردم؟ به شرف. اگر باری دیگر چنین کنی هم خودت هم دوستانت میمیرند. ایستا چیزی نیست. آرام شو. آرام باش منم. زیا چیزی نیستم. بخیر است. چرا در این وقت شب دعوت کردید؟ کاتاکیلاس به شرطنامه همون خیانت کرد. برای کشتن من پنهانی به اینجا در اومد. چی خیر؟ گرچه با او جواب لازمه رو دادم، فکر میکنم دیگر این خیل کار نمیکند. ولی رود او بار دیگر این کار رو بکنه، تو برای کار وی جواب میگویی. شرطنامه همون رو قطع کرده و محبس میروی. این قرار به اخلاقانه نیست؟ یعنی خطایی که کاتاکیلاس میکرده است من چه خیلی جوابگر میشدم. هم با اون کار کردن رو من نمیخواستم، این رو شما خواستید. تا وقتی که یک جای کار میکنید جزای خیانت رو نیست، یک جای میگیرید. این خیلی باشد یک جای کار نمیکنه، به این هم خیانت کرده است. کافی سونال که جدا شدنتان رو من میگویم. من این کاری نبودم. در این لفافه رسم و مکانی گردنبند دوران بیزانس از عصر 11 است. آن را گرفته به من آرید. چی گپ است زیا که نصف شب به اتاقی من آمده من رو به آغوش میگیری؟ چیزی نیست جانم، یادت کردم آمدم همش همین. زهرا دوست داشته ای من است. از دور باش. خاموش باش توتی احمق. خواب کن کریم، ما با زیا چیزهای مهمی رو گپ زده ایستادیم. چیزی مهم؟ این خیل نکنه زهرا. زیا توتی رو یک سو گذار. چی گپ شده است فهمون کنی؟ چرا اینقدر خواطر می نمایی؟ چیزی نیست. زنگ زدم به تلفنم جواب نداد، تشویش شدم. گفتم رفته بینم همش همین. زیا با این اومدنت مرا به آغوش گرفتنت اگر فکر کنی که من تو رو میبخشم خطا میکنی. حاضر باشد به من فهمون چی کار کرده ایستاده؟ خدایا دوست داشتم را یاد کردم آمدم که بینم. بالای این سرزنش میکنی زهرا، از برای خدا این خیلی نکن. یادت کردم. رهایم کن. رها نمیکنم خدایا، رها نمیکنم. من باز آغوش میگیرم. زیا بین، من این بار هم تو رو میبخشم، اما بار دیگر کار غیر قانونی کردنت رو بینم یا که شنوم تو رو اصلا نمیبخشم. من چیکار کنم آخه؟ چه خیل به زهرا گویم که دوست داشتت رو میکشم؟ گفته مرا تهدید دارم. بران لعنتی، حساب همین رو از تو خواهم پرسید. چی را فکر داری زیا؟ کی من؟ نه من. بله تو چی رو فکر داری؟ زیا سفسطه نگوی. البته که تو. جانم من چی رو فکر میکردم؟ باز البته که تو رو فکر میکنم. با تو خانه‌دار شده خوشبخت شویم، دیگر هیچ چیز در فکرم نمیاد. دائما این رو فکر میکنم. که این رو فکر کردی؟ وقتی که به تو گفتم که غیر قانونی کار کردنت رو ببینم تو رو اصلا نمیبخشم، همون وقت فکر کردی. من همیشه تو رو فکر میکنم عزیزم، چرا تو نمیفهمی؟ از راستی. خوب این خیل باشد این رو هرگز فراموش نکن. اگر کار غیر قانونی کنی مرا فراموش کن.
من چرا این خیل کار میکردم؟ آن کارها رو بس کردم آخر. چرا باور نمیکنی؟ کافی است آخر. من ابله هستم، به خاطر آن کارها از تو دست میکشم، برگشته به تو میآیم. مگر این خیل کار میکنم من نمیدونم زیا. از پست میپایم، خبردار باش. خوب شد از خانم. سومان جان گوش کن، تو اینجا با همه که شوکتت نه زکک بیشتی گپ گپون، چون که بیرون خونوک است. تو نیا، من کم تر بعد برای تو لختک های بسیار میبرم. مایلش مثل که مایلش گفت. بله بله. وظیفه نام مبارک باشه. بچه میگی جنایتکار بردستی چی گفت شد؟ وای میگویم که نکنی. چی کار میکنی؟ شوکت قلفی مغازین برا ببین زنه کت میگیره. کنی بینم محکم بود است. حیران شدم. منتظر چی بودی؟ فروشنده تو رو نگاه کردم میایستاد. عجایب گپ میزنی. در شکسته بود رو. به عقل، من پلیس هستم. در کجا دیدی که پلیس در این مغازه در بسته رو شکسته به درون در اومده دوزی کرده است؟ سرسته نگو لیوا. ما از خونه برای چی بر اومدیم؟ تو با اون کودک وعده کردی که لختک میگیرم، باز 10 تا گفتی. بین منتظر است بیچاره. در رو شکسته به درون درو. یا خدایا، مردک من پلیس دم، همین کارو مرا نمیزیبم. مرا میزیبم، همین خیلی نه؟ مرا میزیبم. ما از مادر دوست به دنیا آمدیم، همین خیلی من میدرایم. زنک داخل نکن بست. یکی در مغازین میدره پلیس میخپد. من به مادر میمونم، من به زن میمونم. بچه خیلی میشه کارو بود. از برای خدا لیوا، از برای خدا به من جواب ده. ما در همین نیمی شب در همین برف برای چی آمدیم؟ دزدی که نکنیم برای چی آمدیم؟ به خدا نمیدونم شیف، خو حیران شدم. ولی اگر لختک نبریم سومان بسیار زیق میشود. همین خیلی البته زیق میشود. بین کودک بیچاره منتظر است. به خدا لیوا بسیار فکر نکن. در رو شکسته به درون درو. وقتی برآمدن در روی میز مکتوب نوشته گذار میرویم. چه خیلی مکتوب شیخا؟ نویس که خاله جان مغازین تا ما غارت کردیم، بخشش زیاد. دیگر چی مینویسی؟ نویس که چیزی گرفتم اومدم من پولش رو پگاه میسپارم. این مردانه‌وار است. تمام. شوکت یک لحظه، من در این مغازه رو کشوده نمیتونم. چه خیلی میکشم؟ این رو با من گذار. منتظر شو. در بینش اندازو توشته. میگوی بشکنمش؟ بله. تمام. خیر تو به نزد شما را زود باش. راه. اوف. انشاءالله یگان شناس ما رو اینجا نمیبیند. چرا او از کجا درگیرونم؟ عجبا لختک ها در کجا باشند؟ اما کلیوین رو بسیار دوست می‌داری یا مرا؟ هر دویتان رو. هر دویمان را نمی‌شود. بین اما کلیوین تو رو پرتافته رفت، اما من همراه تو هستم. اما او برای من لختک میارد. کنی بینم؟ اینها روبوت‌ها هست. بوده چای بچگان از شیلانه اینها نمی‌شود. آن اینها خیلی سومان اینها رو بسیار دوست می‌دارد. اینها رو گیرم، هر خیلی گوناگون گیرم. بله اینها میگیرم. با خدا سومان اینها رو دوست می‌دارد. پیانینا
در کودکی پیانین را دوست داشتم لیکن پول نداشتم. الان این را میگیرم برای خودم میگیرم. در کودکی ما خیلی بازیچو از کجا بود؟ بنیامون کشاد 5 پسنه داشتیم میگشتیم. تسلیم شو پلیس. بچه آرام باشید، ما هم کارمند ارگانیم. کمیسر لیون؟ بله خسته نباشید بچه ها. من برای صاحب مغازه مکتوب نوشتنی بودم ولی شما آمدید خوبتر شد. یک از شما در این مغازه میمونید. پگاه همراه صاحب مغازه صحبت کنید. ضرری در شکسته و پول این بازیچه ها را سردارم لیون پرداخت میکند میگوید. فهمو سردارم. تمام. یگان بازیچه در کو باشه بگیرید من پولشو میدم. رحمت سردارم. سومن جانم چی خیل معقول شد دختر که ها زیباینده خیلی نقلش نمیشه. همین خیلی معقول شده است که ببین بازی داره باور که هر دی ما را نظرش نمیگیره. با فکرم تو جینگ جینگ داری برای همین نمیشنود. چه جینگ جینگ؟ اما مردک چینی چی ننواختم نفهمیدی؟ موسیقی نواختم کو؟ موسیقی مینوازی؟ مثل دیوانه ها توگمه ها رو زیر کرده ایستاده. همین نه نوازی خوبه. میبخشی این رو برای کی گرفتی؟ راستیگه برای خدمت گرفتم شیوخا. خمارا کودکی من شکستیستم شبقتی جو. بیشوخی؟ من هم وقتی که کودک بودم بنای و سرنای حوث داشتم. وقتهای بیکاریم می نواختم، وقتم خوش میشد میرفتم. هم مردک با یک سخن نکردی کرنه شدی چرا میرفتم این خانه شو میآورد و می نواختی. ها چیل خنده آورد. از خنده را مردم. نه نواز گوش کشی خو. لا 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 اوی کلتا کیلزی به شرف. من به خبر برای کشتنی بارون میروی. مرا خبردار نکرده. جوابش را از تو خواهم پرسید. تو از پی چی هستی ها؟ با من خبر نداده چرا این خیل کار کردی؟ یا ابله اگر برون مرا میکشی مقصد تو مرا کشتن است؟ چی علاقه دارد؟ نه مجبور شدم وگرنه زهرا از من جدا میشد. میفهمی؟ کاری نکردم. مرا با زهرا تهدید کرد. اکنون مجبورم وظیفه‌ای که میدهد اجرا کنم تا وقتی که یگان راه دیگر نیابیم. الکی وظیفه نو داد. رفت خوب کن. چی وظیفه؟ از موزه گردنبندی شاه دختری بیزانس رو میتوزدیم. اوها چی آها؟ من هم همین خیل گفتم. پگاه شب باید این کار رو حل کنیم. اوف چی گپ هستن؟ ای خدای مهربانی من. این خیل باشد تو رفته گرد و اطراف آن آسابخانه را از نظر گذران. پگاه نقشش را میکشم. چرا من میکردم؟ این دفعه تو کن. یا خدایا من پگاه در مکتب امتحان دارم. باید به امتحان روم. چرا مسئله مکتب را دراز میکشی ها؟ چه کار کنم برادر؟ حیاتم را محو کردی. یا خدایا از پس ما نمیگشتیم. ما هم مثل آدم‌های مقرری زندگی میکردیم. از پشت تو شده مثل گریزه ها زندگی داریم. اکتیار جانی من چه خیلی زیبا خوابش برده است. مثل ملائکه خوابش برده است. وقتی لختک ها رو دید چه خیلی خرسند شد. مادر جان مرا تنها نگذار. بیچاره مادرش رو در خواب دیده ایستاده است. شوکت ما مادر این دختر از کجا پیدا کنیم ها؟ چی میدونم لیوا؟ پلیس تو هستی. من از کجا میدونم؟ این دختر چرا فقط مادر میگوید؟ پدر نداره؟ پدر این دختر کی باشه؟ نمیدونم شوکت. تو مادرش رو نیابیم پدرش رو نمیابیم. اوه دختره که بیچاره. آها انا این از مادر سومن. اما که پلیس بیا با بخچه روه من در اینجا زیق شدم. اوه ما قربان تو شومه. بیا تو دلگیر شدی؟ تو در اینجا زیق شدی؟ تمام سومن جان این خیلی باشد ما بیرون میرویم با بخچه بازی میکنیم. باز اما که شیخو رو زنگ میزنیم او هم میآید. وایلاش تمام دختر جان انا اینها رو تو بگیر میرویم. اما که پلیس صد قربان تو شود بیا میرویم دختر جان. اینقدر تو باز میرسی سومن جان. بله بچه ها
20 دقیقه ماند. کمتره که دیگر کوشش کنید. ارتیق ورق ما خالی است. از من هم خالی است. کمی ایست ببینم استاد میبین. رو بردار نکن. بابا یکم گاز داشته باشد. بچه ها گوشی همه به ورق خودش باشه. اگر بردار نکنیم از امتحان میافتیم و در صفمون میمونیم. اما استاد سوال ها زیاد نیستن مگر؟ یعنی وقت نمیرسد آخی؟ میرسد دختر. بچه ها در این امتحان از همدیگر روبردار نکنید. میدانید که در درس دین روبردار گناه است. میسوزید. من نفهمم هم در آن دنیا میسوزید. فراموش نکنید. این گردنبند رو چه خیلی میگرفته باشه؟ این کار نمیشود. جونی من چه بازی دارد. لیبا اگر مادر سومن نآید تا آخر عمر تو رو نگاه میکنی؟ یک جای نگاه خوبی میکنیم شوقا. یک جایی؟ بله. مثل پدر مادر. من به خدمت یک پرابلم ازیاتی امو ایرا یک جا نگاه میکنم. اماکی شوکت مرا دکت چلیک تلامتی. اگر تو خواهی من برای تو میمورم. یا خدایا این زبان شیرین رو ببین. تو چه قدر شیرین هستی. این خرش آب برد. این گردنبند رو از اینجا دزدیدن غیر امکان است. اگر دستگیر شویم چی؟ دستگیر شویم مشهور با دزدی اثرهای تاریخی میشویم. اوف چه خیلی دزدی کنیم این را. بخشش صدای تلفنم برام. جواب دادنم لازم. شما آرام باشید. گیر نمیست. لبای زهرم عشقم مرافعه سودی به نزدیکی میشد است. بعد از نصف روزی به سود میروم. تمام من میآیم. همراهی تو میشم. پروا نکن. نمیآیم چون که بابایت مرا میکشد. نه جانم بابایم نمیآید. پروا نکن. نزدی اپم به امریکا رفته است. دارو خیلی پسمال شده است. من آمده تو رو میگیرم. خیر بچه ها وقت پایان آمد. ورقها را میگیرم. زودتر. نه همه خون دارد. زود سختر تلت اماکی شوکت. هم مردک سخت تله نکنه پره برای عباسمان جان. بچه نمیبینی چه خندیده است. اوپا شیخا تو سوما رو 2 دقیقه نگاه کن. من یک کار دارم میایم. با کجا میروی؟ الو شما مادر سومان هستید میخینه؟ بله شما مادر سومان هستید. این رو این کار نکنید. من شما رو در نوارها دیدم. من کی هستم؟ من همون کمیسری هستم که دختر شما رو از نزد شوبه گرفتم. شما چه خیلی مادر هستید؟ کدام مادر فرزندش رو پرتفته دیگر به سراغش نمیآید. کودک رو فکر نکنید مگر؟ شما مگر از خدا نمیترسیده؟ وجدان هم ندارید مگر؟ مجبور شدم. یعنی دیگر سومن رو نگاه کرده نمیتوانستم. چه خیلی مجبور شدی؟ آی خانم و فرزند تو از او باید در بری تو باشد. فهمو؟
سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم. دختری دوگانه من است. ولی او مرا مادرش گمان میکند. این خیلی باشد مادر سومن کیست؟ چخیلی که گفتم مادرش دوگانه من بود. دوگانم 6 سال پیش در دیسکا کلوب با یک مرد شناس شده بود. از او خوشش آمده بود. بعد از این با او رفت و آمد کردن. اول همه چیز بسیار خوب بود. یعنی زود وا خورده به هر جا سیر و گشت می رفتند. دوگانم آن وقت بسیار خوشبخت بود. ولی بعدا جدا شدند. به هر کدامش روی خودش را دوام داد. خب ولی اینها با سومن چه علاقه‌ای دارند؟ دوگانم از او آدم حامله دار شد. بچه سومن؟ بله. اما متاسفانه این رو بعد جدا شوی فهمید. چیکار کردنش رو نمیدونست. کودک رو اسقاط کند یا تولد کند. در آخر فکر کرد سومن رو به دنیا بیاورد. اما دوگانم از پدرش بسیار میترسید، چون که پدرش بسیار آدمی خطرناک بود. اگر این رو میشنید هم خودش رو و هم کودکش رو میکشت. از این ترسید. برای همین سومن رو پنهانی تولد کرد و سومن رو من گرفتم. اون وقت در خانه اپام بودم. دوگانم زود آمده او رو میمکند و وقتی که سومن 2 ساله شد دوگانم یعنی مادر سومن از دنیا گذشت. دخترم چقدر بد تقدیر بود است. همین طوره. تا این وقت من او رو نگاه کردم و او مرا فکر میکند مادرش هستم. ولی من هم خانه‌دار شدنی هستم. آدمی که با او خانه‌دار میشویم سومن رو قبول نکرد. یعنی من هم زندگی خودم رو ساختن میخواهم. چیکار کردنم رو ندونستم. با قراری آمدم که سومن رو در مکانی از همه امن رها کنم، چون که میدونستم که همه پلیس او رو نگاه بین کرده. از همه خطرها او رو محافظت میکنند. خدا از شما راضی باشد. در دست شما بر این آدم های خوب افتید. خوب و پدر سومن کی باشد میدونید؟ نامش به یادم نیست. وقت زیاد گذشت. ولی اگر رو برایم براید او رو میشناسم. مثل که آدمی بدی نبود. یعنی فکر میکنم اگر میدونست که دختری دارد او رو نگاه بین میکرد. آیا سومن پدرش اگه بار پرسید نپرسید؟ نمیپرسد مگر. با او گفتم پدرت یک برنورد است. یک روز از بر اومده به همه چیزی که من میدونم همین است. لطفاً او رو خوب نگاه بین کنید. میلش خانم. خوش آمدی جنابی لیبا. کنی گرزن در آنجا با کی گپ میزدی؟ با یگان کس. باورت کردم گپ نیست. خیر من باید روم. آشخانه رو باید کشویم. طلبه ها چای پای میپرسن. منتظر هستن. گرسنه نمونم. میستیم. کنی بوسم. تو باز دیدم اکی شوکت. یا خدایا من زیباچه رو میخورم. خیر در پناه خدا. لیجا سوال کردن میخوایی؟ نه بیا با امیت میرویم. یکی مادرم میاید من رو نمیابد. چی شد امکی پلیس؟ دخترم شما گیره دارد؟ نه دین شب گریپیم خپید. برای همین بیا عینکت را پوش کنم که جزیر شده است. من تو رو هرگز تنها نمیگذارم سومن. هرگز تنهایت نمیگذارم دخترم. نترس. میلش نه که شما گیره دارد. گفتم که گریپم خپیده است. یگان باید گیره ندارم. بیا رفتیم سومن جان. رفتیم. به این چند خورده همه
20 30 تا آمدن زهرا همش رو میخونم. گفتم چند صنف است؟ تمامی نداره داخل. اوف نه آشنا و بال است. این خیل نمیشود. من این طلبه ها را یگان تش را از صنفش نمیغلطانم. با آنها بهای بلند میگذارم. گذرند و روند. 90 80 100. یا خدایا من در کجا باشم؟ من در کجا باشم؟ یا خدایا من خواب دیده ایستادم؟ در خواب است. این خواب است. البته این خواب است. نترس پسرم، خواب است. انی خواب است؟ البته که خواب است. این باورم نمی آید. سلام علیکم. شرف علیکم السلام. اگر من خواب بینم شرف در خود من چیکار میکنند؟ این خواب را بلم هر بیتون ایستادین. نه خود هر دوم خواب اینه که در جنگل ما. امی خیلی مشتر بلم میتوان در همون باشد، میتوان در جنگل. انا در نصیب شما جنگل برآمد. حالا هم نفهمیده. سلام علیکم که دملو دیونا. گوسفند حالا نوبتی تو هم میآید. مرا خوب گوش کنید. شما میخواهید که کنعان دیوانه با خانم بانو خانه‌دار شود؟ البته که ما میخواهیم. تمام این خیلی باشد. بانو و کنعان دیوانه را با هم نزدیک میکنیم. برای این تئاتر تشکیل میکنید. چه تئاتر دملو دیونا؟ چه یعنی؟ تئاتر شیعه بود. فکر میگفتم معقولتون نشد. تئاتر تشکیل میکنید. بانو را با کنعان دیوانه نزدیک میکنید. ای برای خدا نزدیک شدن چی معنی دارد؟ خیره دملو تشتاو میتا تمور میتا برای راستی هدایت میکنه. چون چقدر دملو هستید؟ با این افت و اندام ریشی سفیدن در خواب ما در آمده به ما همین رو پیشنهاد میکنی؟ در آن کله غفص شما این کلمه را زده جا میکنم. کدام ملتی که تئاتر ندارد رگهای خونگرمش کنده شده است. چیکار میکنی؟ خودت چوکد هستی؟ هیچ چیز. خواب دیدم. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं. جنابی کنو از برای خدا چرا با من نگفتید؟ چرا؟ لطفاً این کار نکنید. همه چیز را میدونم اکنون. چرا میدانید خانم بانو؟ با من عاشق بودنتان را. کی گفت به شما؟ نمک گفت یا شراب گفت؟ ها؟ چشمانتان. از چشمانتان معلوم است چه خیلی ابله هستم. خیر نه اینقدر وقت نفهمیدم. بله تو را دوست میدارم، عاشقی تو هستم، اما من با این احوالم چیکل به شما این را گویم خانم بانو؟ از برای خدا جنابی کنون چی کار کرده است احوالتان؟ من در چشمان و دل شما عشق را میبینم، دیگر هیچ چیز را نه. مرا سوزاندی، محو کردی. این خاندار کنی هجری با سنم است کو دست و پایم را بسته است. چی کار میکنم ها؟ چی کار کنم من ها؟ اکای کانون ایلاج شما رو من میدونم. چه خیلی ایلاج ها؟ من میخوام که یک تئاتر تشکیل کنم. در نقش اساسی شما و بانو بازی میکنید. انا با همین واسطه شما عشقتان رو با بانو ابراز میکنید. چقدر از فکرم؟ بهترین فکر است. به این هم بابای ریش سفید همین رو گفت. اگر او گوید چیزی رو میدونست است. بابای ریش سفید گفت؟ بله. بی عقلی خوب یک از دیگر با دیگر کس میگوید. من همونجا بودم کو.
ба ёд надорӣ? марда хобхои ма буд, ту баъди мо дур омадӣ дар онҷо. Ман мегӯям ман ҳам онҷо будам. Ман ҳам бо ту дар хобат шарик ҳастам. бешарафи бобои ришсафед гуфт ки бояд ракаи канун мо театр ташкил кунем. мо чаро ин одамро бобои ришсафед мегӯем? Ин ҳамон муллои девона аст. ман ҳам ҳаминро гуфтаниам Шараф. ба фикрам дар хоби мо вай ришашро сафед карда бад баромадааст. Ришашро ранг кардааст. خاموش باشید حیوان‌ها. تئاتر ها؟ فکری خوب به خدا. ما دیگر از پسی خانه‌دارکنی هجری و صنم نمیشویم. مجبورشان نمیکنیم. با خانم بانو نزدیکتر میشویم. اما کدام صحنه را؟ لیکن همین صحنه در خاطر اونمو. رومیو و جولیت اکا. رومیو خودی حکای کانون. غیر رومانتیکی بود. ما را گوش کنید. ایسو اصول نداشته باشد. باز رقص و بازی هم دارد اکا. معلومه بون را قچاق میگیرید تنس میکنید حکای کانون. تمام. روید آمادگی برید. زود. روید. تمام میرویم. آه بانو آه. مرا به چی حال گرفتار کردی ها؟ به چی حال گرفتارم کردی ها؟ اما از من میشوی. به دست میارم تو را. با تو یک جایه خوشبخت زندگی میکنیم. خدایا ای من یک چیزی رو نفهمیدم. بخشیش در کجا بودن جناب هجری رو میدونید؟ هجری اون هسته. تشکر زیاد. همه ارزان. سلام هجری. علیکم سلام. همین دختره گفتم. میگویند عاشق هجری شده است. این هجری خپک میگردد و ما بیخبر. هجری کمی صحبت کرده میتونیم؟ در کدام موضوع؟ یگون موضوع معین نیست. یعنی صحبت کنه میگویم. موضوع معین نباشه درباره چی صحبت میکنیم؟ من در موضوعی که نمیدونم صحبت نمیکنم. این خیلی باشد درباره موضوع میدونسته اما صحبت میکنیم. یعنی با شما از نزدیک شناس شدن میخوام. با شما از نزدیک شناس شدن میخوام میگویم. چرا؟ چون که تو از دیگر بچه ها فرق میکنی هجری. یعنی مثل آنها دخترباز نیستی. برای همین با تو از نزدیک شناس شدن میخوام. شناس شوی میگویی؟ خیر شناس میشویم. بعدن چی میشوه؟ بعدن گفتی؟ میلیش جان کاری زیاد میکنی. زهرا کار رو بس کرده نیست. تو مجبور نیستی که خودت رو افگار کنی. این شرکت رو از دست او میگیرم سمی. مادامی که زهرا رو جزا دادن میخواهی شکایتت رو پس بگیر. با کالتا کلاس خاندار که شود از این دیده جزای بزرگتری هست مگر. تو چی ها میگویی ها؟ من احمد رو دوست میدارم. ای کدوم احمد نیلیس؟ ای کدوم احمد؟ زیا هست تو خودی کالتا کلاس. تو هم به دروغ او باور کردی ها؟ خیر نه؟ به خاطری که به زهرا نفرت داری مردی دوست داشته او رو از دست او گرفتن به تو میزیبد مگر. تو بر این دختری زیبا در نزد وی آدم چی کار میکند؟ ها؟ تو لایق آدمی خوبی هستی. کافی سمی. من به سود میروم. این چرا عصبانی شد؟ نفرتی که به زهرا دارد کورش کرده بوده است کو؟ چون که من اینجا موندگی کالتا کلاس رو نگاه میکند چشمت کور شده است بچه خوش رو نمیبیند. بعدن بعد سوال میدهم بعدن. چه خیلی سوال؟ وای آدم اگر عاشق نشده مرد درست است؟ جایز نیست گفتنیه. نفهمیدم. یعنی پرسیدنیه که آدم اگر عاشق نشده مرد جایز است نیست همین خیلی پرسیدنیه. بله. بسیار سوال خوب ماشاءالله. این رو باید از استادم پرسم من. تشکر زیاد. یگان سوال دیگر داری یا نه؟ البته که سوال دیگری هم دارم مگر این خیلی میشود. اما بعدا میپرسم. ضعیفیش رو یافتم. این دیوانه با سوالها سرش رو گران کرده است. من به تو حالا سوالهای عاشقی خواهم داد هجری. به زیر پایم میافتی. شما برای چی آمده بودید؟ من برای وای آمده بودم. هجری این دختر را میگیرد با این دختر خانه دار میشود فراموش نکنید.
فردا دختری خوب تافتستن و هیچی پیسم باشد نباشد نمیکنم. بچه ها باز نگویید نگفتید انا همینجا توی می شود. میبینیم بخیر شود انشالله. раҳмати бибиам ба ман васият карда буд хост қуръонро хонданро ёд гирам. ман қуръонро омӯхтан мехоҳам. шумо ба ман қуръонро меомӯзед ҷаноби ҷирӣ? дар пушти масҷид як мадрасаи занона аст. ба он ҷо рафта аз нӯи ман гап занед. албатта ба шумо қуръон хонданро меомӯзонанд. онҳо маро бисёр эҳтиром мекунанд. хайр, ман рафта аз онро гӯям ки вақти аз он шуд. рӯз бахайр. ман боз ҳам ин муаззин маро рад карда? چه خیال هستید خانم بانو؟ خوبم جنابی کنال. شما چه؟ خوبم خدا را شکر. بفرمایید. شما تئاتر را دوست می‌دارید؟ من بسیار تئاتر را دوست می‌دارم. بله. اوه بسیار خوب. ما فکر کردیم که تئاتر تشکیل کرده شما را هم در یگان نقش گیریم. رد نکنید شاد بشویم. البته که گیرید. کدام نقش را؟ وای رومیو و جولیت است کو یک نقش از آنها می‌بازید. البته که شما نقش جولیت رو می‌بازید. ای رومیو و جولیت دوست داشته‌ترین نقش من است. چی؟ جولیت من؟ رومیو کیست؟ کار تمام شد. در صحنه با تو عشقم را اعلان میکنم. از آن من میشوی بانو؟ از من؟ дигар чӣ кор кунам мана? рӯи мол бастам, қуръон меомӯзам гуфтам, инаш ҳам нашуд. чӣ хел муаззин аст а? шояд пай бурд ки масхара карда истодам. خانم سنم چرا روی مول بستید؟ هجری آیدی این چی فکر دارد ها؟ шумо маро ба касе монанд кардед, аммо он одаме ки шумо мегӯед нестам. ман санам нестам. ман малика ҳастам. маро доимо ба он монанд мекунанд. кай хонадон мешавед хонум санам? ҷавоб намедиҳед. савол дода истодам хонум санам. ё худоё, шукр ки тамом кардем. аз рӯи адолат шавад гуфта ба нафароне ки 4 додам дар имтиҳони навбатӣ баҳои 5 мегузорам. баробар мешавад. биё аҳмадбой. лабай. акай канун шуморо дар саҳнаи театри мактаб интизор аст. саҳнаи театр? бале. чӣ хел театр? ин аз куҷо баромад? бозӣ доред? мардак мере биёбурем, намере акай канун абгӣ. уф, тамом. чизе нагӯед. эй бародар, театр аст. биё худамонро саргардони инҳо накунем. шараф гӯш кун. ба фикри ман ё ҳамин калтакелас боша ё бародараш боша. ба фикрат? ҳамин келаса. ура бин қадр қоматаш, афташ ҳамаш келаста монанда. ба худо ки мӯйлабҳояш, рафтораш? унаҳо рафтораш ранги келаса. басай дигар тоқат надорам. чӣ мешавад? ишқамро эълон мекунам, чизе шавад. қиёмат барпо намешавад ку. дӯст медорам. мутмаинам. ин хел бошад чаро намегуфтам? ҳозир рафта мегӯям. худоё кӯмакам. дӯстат медорам бонуҷон. чӣ кор карда истодаи? худо бизанам дӯстат медорам. ту медонӣ ки ин ошхонаро барои ту харидам. барои ту шуда ошхоначӣ шудам. ман барои ту шуда ҳама чиз мешавам. қиллиардир мешавам. барояд ҷонамро медиҳам. ҳамчун оксигени ман ҳастӣ. ба ман бигӯ ту маро дӯст медорӣ ё ин ки раҳоям кун худамро кушам. мардум маҷнунро фаромӯш кунанд. наслҳое ки баъди 2022 таваллуд мешаванд. лайлие ки ба маҷнун нарасидааст нею бонуҷоне ки ба шавкат нарасидааст бигӯям. ҷаноби шавкат чӣ кор карда истодаед? истироҳат кардистам. дастамро раҳо кунед лутфан. ҷаноби канъон бинанд шуморо мекушанд. дигар ин хел корҳоро накунед лутфан. як сум эстед? анаҳа тарсед ки канони девона маро мекушад. барои ҳамин ишқашро гуфтан натавонист. маълум ки бону нисбати ман ҳиссиёте дорад. ишқамонро фикр карда ба ман чизе нагуфт.
این کار حل شد. راهی حلش هست. کانون رو زده از راه بیراه میکنم، از بین میبروریم. بانو با من میماند. شوکت با بانو میخورن زردالو. بعد زردالو میخورن آلو بالو. استاد شما را برای یک چیز مهمی دعوت کردیم. پگاه ما در اینجا رومئو و ژولیت را بازی خواهیم کرد. والدان و طلبه ها تماشا میکنند، استادان باشن بازی میکنن. میخوایم که شما نیز با ما باشید استاد. من رومئو میشم و خانم بانو باشه ژولیت. آبا باز با این سرگردان میشویم چی بلا؟ من باید گردنبند رو دزدی کنم. نه جناب کنعان مرا ببخشید و همین تئاتر بازی کردن نمیرسید. ببینم کار زیاد دارم. از رومئو و ژولیت چیزی نمیفهمم. من استاد دین هستم. با این رومئو و ژولیت کاری ندارم. نقش ژولیت رو من بازی میکنم. ای خانم زهرا معذرت میخواهم اما نقش رو به خانم بانو دادیم. اما جناب کنعان من از خوردی آرزو داشتم که نقش ژولیت رو بازی کنم. لطفاً دلم رو نشکنید. خب دلتان را نمیشکنیم. استاد احمد هم رومئو را میبازد. 2 تا رومئو 2 تا ژولیت بازی میکنیم. برای تماشابینان هم جالب میشود. تشکر زیاد. از کودکیت آرزوی همین رو داشتی؟ البته. تا بازدید. روز بخیر. یک بارا بر آمده نقش ژولیت رو من بازی میکنم گفتن چی معنی داره؟ عشقم این ارزی دورانی مکتب خونیم بود. در دلم مونده است. زهرا این خیلی نقش بازی کرده میشود مگر؟ نسبت صنعت احترام داشتن در زیا تو رومئوی من شدن نمیخواهی؟ راستش رو بگو. یا این که ژولیت دیگری افتی؟ زهرا از برای خدا باز شروع نکن. چی رابطه دارد؟ مشق نکرده چی خیلی بازی میکنیم؟ اینش را گفتنیه. جانم مشکلی نیست. پگاه صبح مشق کرده حل میکنیم. اوف رومئو نشده بودیم عاقبت شدیم. بیا رفتیم جانم بسو دیر میمونیم. اکا کانون 2 تا رومئو و 2 تا ژولیت چی خیلی میشد؟ دیوانه ای چی؟ چرا نمیشد از کار؟ در دنیا چند نفره که عاشق باشد همان قدر رومئو و ژولیت هست پسرم. شوکت چی میگوی کنانی معبدی امو؟ با تو هم یک نقش میدهم. خانم بانو رو محافظ میشوی. من؟ شمشیر چوبین و سپر تشکیل کنید. شمشیر چوبین؟ بله موافق نقش استفاده میبری. انا نو با فرمان مرگت امضا کردی کنانی دیوانه. پگاه با شمشیر حقیقی تو رو پاره پاره میکنم. این صحنه برای تو مزار میشود. جانم تو دیگر جنایت نمیکنی همین خیلی نه؟ نه یعنی از زمانی که تو رو امریکایی ها دستگیر کرده بودن به جنایت دست نزدم. انشالله با من دروغ نمیگوید. بعد از شوی رفتن ممکن است. میلیس این چی کاری بی من نیست. رفته شکایتت را بگیر. احمد جان دلت به زهرا می سوزد. چی لازم است؟ جزای او این است. اما بسیار که خواهی با تو یک جایه بعداً به زیارت او می آییم. میلیس لطفاً. اگر به زهرا جزای محبس دهند چی؟ در محبس خانه‌دار شدن ممکن نیست. البته با میلیس باری دیگر گپ زن. گوش نمیکند سمی. چیزی که نگویم فایده نداره. اگر خانه‌دار نشود نقشه ما برباد میرود. میلیس رو این خیلی نمیگذاریم. رفتیم. احمد جان من برای تو به نزدیکی یک سورپریز میکنم. چه خیلی سورپریز میلیس از برای خدا. سورپریز رو نمیگویند. کمی صبر کن. شد دستم رو رها. ای وای وای کارها موافق نقشه ما نمیرود کو. ای جوانا عیب بودگیست. زهرا در حالتی ناخوب است. عیب رو دانید. چی میگویی؟ این ابله رو نگاه کن. هم زهرا رو هم میلیس رو تو دوده ایستاده است. میلیس از من است. من او رو میگیرم. یعنی میگویم که خانم زهرا در وضعیتی ناخوب است. تو باید در نزد او باشی. تو چی ها گفته ایستاده سمی؟
زیاد تو در اینجا چی کار کرده صدایی؟ چی میدانم یک بار مرا گرد کردن. مرافع سودی زهراشانی آغاز می‌یابد. گذارید یاسنا. پاپوشی دوست داشتم را ندیدی شیرینم گمش کردم بسیار غمگین شدم گریه میکنم گیره نکن شیرینک اما زیر به مغازه میرویم نوش رو میخریم گیره نکن شیرینم دیوانه شدی مگر حاضر با کاشانه رفتن در کار وقتی که تو لباس هایم رو میپوشی من باشم موریام رو رنگ و بور میکنم با مکتب دیر موندم نمیخوام همین خیلی بله شیرینکم یا بدرا ساردار مکانی پلیسی دیوانه رو یافتیم مالی شدی چه برازی میام سومن جان تو در اینجا با لختکت بازی کن من رفته جنایتکارا داشته میارم میلش جان لختک تو لباسهایش رو عوض میکرد رویش رو رنگ و بار میکرد از اینجا دوام بیده خیر دخترم من میایم چو کده بچه دیوانه در کجاست انا آنجا سردارم برای چی نقبیدنش منتظریم که توامش را خورد آفرین انا پلیس حقیقی همین خیلی است هم جسارت دارد هم رحم راستگوی هست و صاحب وجدان و تو زمانی که در تشکیلات این خیلی آدم‌ها هست نگرزن ایستا پلیس دیوانه کاملا دیوانه بچه بس چوب زنده خانم یا خدایا توبه یا خدایا پلیسی حقیقی من هستم پلیسی حقیقی من از راستی منم مردک بس اگون کار نمیکنه فقط نصیحتت بکنیم بس نگو بچه بس پشت ما را ایده میدنم ایسد میسازانم شما را میسازانم گفتم نزدیک با خدا پلیسی حقیقی من هستم بچه بس نکن خیلی دویدنهایتان بفایده است بفایده مردک بس سر یک خلاصه بیاییم بس نزم چون خوب هستید اماک جون با شما چی شد اماک جون خزید اماک جون خوب هستید با شما چی شد اماک جون خزید چی شد مرا شما خوب هستید اماک جون چی شد مرا شد اماک جون حقیقی منم راستی حقیقی منم راستی حقیقی یادت میکشم یک لحظه این همون داموله دیوانه نیست مگر ایست نگونست با تو گفتم ایست رهایت نمیکنم راستی حقیقی منم دست و پایتان را میشکنم نزدیک نبیاید دست و پایتان را میشکنم دامولای دیوانه در زندگیم یک طفوله داشتم اما هم درید ایستا تو با اون طرف کراتیسی حقیقی آمد بروسلی حقیقی منم های دستی با یک آکت گریختگی نیست موشای تای زمین میابم چشم من دیسی چشمای خواب تیزه همردک بس میدم ای دهنم برامد بس مونده شدیم این آدم
کجا شده؟ یا خدایا این آدم یک و یک بار گم شد. مثل که زمین کفید و این دیوانه در آمده رفته گم شد. یا خدایا اینقدر تیز دویده. معلوم که این دیوانه از من هم تیزتر میدویده است. با فکرم دوپینگ زدگی بود. رفتم بیگ برگر پیپسی. قرار محکوم زهرا شنلی ملی شنلی را برای قصدن تله ندادنش 6 ماه حبس یا اینکه به همین موافق 10,000 لیره جریمه سپردن حکم میبرارد. این خیلی کار میشود مگر مرا کشتن خواست مخیر. شما طرفدار کی هستید؟ ای ملیس این چه خیلی گپ است؟ مثل که نشونیدیم. البته که طرفدار تو هستیم. خیر عزیزم همش گذشت. همه چیز مثل میخواسته همون شد. باز اگر اینها رو خانه‌دار کنیم بعد میخوریم و میگردیم. همه‌اش میشود سمی. هیچ پروا نکن. زنگم زدن مهم است بخشش. لبه همکار چی شد؟ گوش کن پیشی که میگویم که این کرد آمد رو از اینجا گرفتن خیری میکنه است. تو پروا نکن یگان خیل کرده حلش میکنیم. زهرا جان یک بار دیگر تبریک میگم. رحمت سمی جان. تبریک میکنم جانم. رحمت ینگا جان. این خیل باشد تا بازدید زهرا جان. تا بازدید جانم. تا بازدید. سمی این دختر باز نقشه دارد تعقیبش میکنی. اوچه جان. ای سمی اوچه جان از کجا بر اومد؟ بسیار گپ نزن. پیش درو رفته. خوشم میآید آخه. خوشش میآمده از باز. به تو میگویم پروا نکن. این کار رو همیشه حل میکنم. آرام باش. تمام من میآیم پروا نکن. جانم جشن میگیریم؟ البته جشن میگیریم اما از مکتب زنگ زدن یک کاری مهم برآمده است باید روم. مالش جانم میدانم که کار تجاری بود است هیچ گپ نی. رحمت برای فهمیده در کردنت. خیر تا بازدید عشقم. خواهیم دید چی بود از کار تجلی تو. بفرمایید تشخیص شما. پروا نکنید کسی سوخته بودنشو نمیفهمد. بهترین این باشد بقیه کارت. تشکر زیاد. روز بخیر. مرحمت. اگر با ما نگویی که به این خانومی که پیشتر در آمده بود چی دادی؟ روزت بد می شود. زود باش مثل که به توی بهروز می رفته باشه. بسه یا خدایا برادر داد نزن بر آمده می رویم آخه. اگر باز به جنایت دست زنی تو رو مف میکنم کلتکیل است. کنان دیوانه شمشیر چوبی را پگه میبینی. تو رو به این پارا میکنم. تو رو یک طرفه کنم با اونو از دستت خلاص میشود. بعد عشقش را با من اقرار میکند. آنها این زهرا نیست مگر؟ آها ینگا جان تو اینجا چیکار میکنی؟ مثل که اینجا قراولی دارد. تو زن است یا دتکتیو معلوم نیست. باز در پشت خانه منتظر است. خیر من گویا او رو ندیدم. این شفقت بود؟ خوب شد که مرا ندید. اگر میدید در حال خبر میکشید. میکروب.
бародар шумо ба куҷо меравед? зуҳро дар пушти дар аст. дар пушти дар аст? дар даруни мошин чишмош билоқ биромадагӣ ҳамин тараф нигоҳ дорад. ман гуфта будам ку ин духтар дигар ба ту бовар намекунад. акун чӣ кор мекунем? чӣ хел чӣ кор мекунем? аз пас мебароем аз балкон. шавкат, ту инҷо 1 соат истода, баъд аз 1 соат чароғҳоро хомӯш мекунӣ. зуҳро фикр кунад ки хоб рафтем. озод аст кард. масхарабозиро бас кун. ошнои ман. рӯи ту бори ошно сиёҳ. артист. худо зана ту бори ошнора. сохта нест, албатта сохта аст. ай сани, албатта сохта аст. вай зан гуфт ку? ҳа, дуруст. оҳо, чӣ хел инҳо хонадор шуданд? не ҷонам, ин сохта аст. мелис сохтакорӣ кардааст, яъне монтаж аст. ин монтаж кардааст, яъне. дуруст, монтаж аст. чунки мелис аз зуҳро нафрат дорад, барои ҳамин ақлашро хӯрдааст. ай сами, шарманда мешавам. ин кор хатарнок шуда истодааст. ман бояд мелисро соҳибӣ кунам. фаҳмидӣ? соҳибӣ бояд кунам.